درود بر شما جامعه شیبا اینو شیب آرمی. من کوروش هستم و امروز توی این فیلم قراره که بخشی از اکوسیستم شیبا رو معرفی کنم و دربارش حرف بزنیم. قبل از هر چیز من معذرت میخوام از اینکه 1 ماهی میشه که من نتونستم فیلم بسازم، چون که مشغله کاریم یکم زیاد شده و فرصت نداشتم، اما از این به بعد سعی میکنم فعالیتم رو مثل گذشته بکنم. بخشی که قراره با دربارش حرف بزنیم و معرفی کنم اینجا صرافی غیر متمرکز شیبا هستش به اسم شیبا سواپ. همونطور که میدونید در جریان هستید، من توی تلگرام خبرش رو گذاشتم و توی اینستاگرام پوشش دادم. صرافی شیبا سواپ روی شبکه شیباریوم هم راه اندازی شده و میتونیم از این صرافی یا دکس برای معاملات توکن های شبکه شیباریوم هم استفاده کنیم. توی سایت shibaswap.com میایم. موقعی که توی این سایت اومدید با همچین صفحه‌ای یا سایتی روبرو میشید، اولین کار نیازه که کیف پول متامسکتون رو متصل کنید به این صرافی یا دکس. گزینه‌های مختلفی وجود داره. من متامسک رو انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم و پسوردتون رو وارد میکنید. این پنجره ظاهر میشه. نکست رو باید بزنید و در نهایت کانفرم کلیک میکنید. الان کیف پول ما وصل به سایت شیبا سواپ یا صرافی شیبا سواپ. چیزی که باید تو این قسمت توضیح بدم این بخش است، این بالا که نوشته شده شیباریوم نتورک. شما اگر روش کلیک کنید 3 تا گزینه میبینید. اولیش اتریوم، دومی شیباریومه و سومی هم پاپینت هست. اتریوم که مشخصه، اگر بخواید توکن های مربوط به بلاکچین اتریوم رو معامله کنید روی اتریوم کلیک میکنید و شبکه رو با زدن روی سویچ نتورک تغییر بدید به اتریوم. اینجا هم مشخصه از شیباریوم به اتریوم که من این کارو نمی کنم، نیازی نداریم، کنسلش میکنم. فقط خواستم توضیح بدم بهتون. و پاپینت هم یک شبکه تست نت هست برای افرادی که یا توسعه دهنده هایی که میخوان پروژهشون رو روی شبکه تست نت آزمایش کنن و بعداً روی شبکه اصلی یا همون مین نت بیان. ما با این گزینه کار داریم. شیباریوم میذارم روش باشه و بریم سراغ معرفی بخش های مختلف این سایت یا صرافی بهتره بگم. اولین بخش ادیور توکن هست. شما موقعی که روی این گزینه کلیک کنید میتونید نقدینگی به شبکه اضافه کنید. من روش کلیک میکنم تا وارد صفحه بشه. این همون صفحه است که شما میتونید نقدینگی مورد نظر خودتون رو به توکن ها اضافه کنید. با کلیک کردن روی قسمت اول میتونید جفت ارزهاتون رو تعیین کنید. من بیام بیرون. اینجا دقت کنید روی اتریوم هست، من میرم روی شیباریوم. الان رفتیم روی شیباریوم، به طور مثال بون، و اینجا به طور مثال، حالا این مثال بون به شیبا میتونیم انتخاب کنیم و اینجا یک مبلغی رو یا یک عددی رو بزنیم برای اضافه کردن نقدینگی به اون جفت ارز. بخش بعدی همونطور که میبینید ترندینگ تریدز هست، یعنی معاملاتی که ترند هستن. در حال حاضر بون، شیبا و لیش هستن. معاملات این 3 توکن در حال حاضر ترند هستن و پایینتر که بریم، پایینتر قسمت ریسنتلی کرییتد توکن هایی رو میبینیم که به تازگی ایجاد شدن. در مقابلش ترندینگ توکنز، توکن های ترند شده رو میبینیم. هر دوی این بخش از 1 تا 5 هستش شمارشون. اگر خواستید بیشتر ببینید روی این ویو آل اینجا کلیک میکنید و میتونید بیشتر مشاهده کنید. اکوسیستم دیفای استاتس آمار مربوط به دیفای اکوسیستم شیباریوم رو نشون میده که مثل توتال ولیو لاگ، همون TVL، ارزش قفل شده در شبکه رو نشون میده که به چه میزان هستش. اینجا میتونید تعیین کنید که چه تایم فریمی میخواید، 7 روزه
یا همون 1 هفتگی، 2 هفته، 1 ماه، 3 ماه و 1 سال. اینجا هم به همین شکل اینجا ترندینگ ولوم رو نشون میده، حجم معاملات رو نشون میده و پایینتر که بریم شیب پولز یا همون استخرهای شیب مربوط به شیباریوم هستش، مثل سنت شیب، شاربی بون، ریوشی بون و شیبا بون و همینجوری لیست این توکن ها رو یا استخر نقدینگی رو میتونید ببینید. اینجا میتونید با زدن روی Create Liquidity Pool یک لیکویدیتی ایجاد کنید، یک استخر نقدینگی ایجاد کنید. خب این بخش، این صفحه تموم شد. بخش بعدی از سمت چپ توی این منو همونطور که میبینید نوشته شده سواب که همون دکس شیباریوم هستش، دکس شیبا سواب هست. اینجا میتونید معاملات خودتون رو انجام بدید با توکن بون یا هر توکنی که خواستید. روی این گزینه دوم اگر کلیک کنید میتونید به طور مثال ارزی که میخواید رو خریداری کنید، به طور مثال شیبا مثلا، و اینجا عددش رو وارد میکنید که چه مقدار میخواید. به طور مثال من اینجا برای آزمایش 1 میزنم و روی سواب کلیک میکنم، کانفرم سواب رو میزنم. منتظر میمونیم تا متاماسک ظاهر بشه برای تایید تراکنش و همچین صفحه‌ای ظاهر میشه توی متاماسک. فقط کافیه روی کانفرم اینجا کلیک کنیم و ووف، تراکنش ما انجام شد و شیبای ما خریداری شد. به همین راحتی با همین سرعت بالا سریع خریداری میشه و انتقال داده میشه. اینجا هم نوتیفیکیشنش اومد یا اخطارش اومد که با 1 بون 25,000 شیبا خریداری شد. به نظرم سرعت این شبکه شیباریوم بسیار بالاست، هزینه تراکنش در حال حاضر پایینه و این هم از این بخش بعدی که توضیح داده بودم دربارش قبلا توی بخش اول، لیکویدیتی پولز هست یا همون استخرهای نقدینگی. شما اینجا میتونید استخرهای نقدینگی مختلف رو ببینید و با زدن این دکمه یا گزینه اد لیکویدیتی نقدینگی خودتون رو به اون جفت ارز اضافه کنید و پاداش خودتون رو دریافت کنید. مثلا اد لیکویدیتی بزنم روی این گزینه شیبا بون، وارد این صفحه میشه. یه بار دیگه بهتون نشون بدم، برگردم عقب. به طور مثال اینجا شیب بون، دبلیو بون همون بون رپ شده هست. جزئیاتش رو اینجا میتونید ببینید، بخونید، TVLش رو و حجم معاملاتی در 24 ساعت گذشته. روی این گزینه اینجا Add Liquidity اگر بزنید وارد این صفحه میشه و اینجا میتونید عدد خودتون رو وارد کنید که چه مقدار میخواید به استخر نقدینگی اضافه کنید. بخش بعدی توکنز هست که اینجا توکن های مختلف رو میتونید ببینید. دربارش توضیح دادم توی بخش اول، دیگه توضیح نمیدم. بخش بعدی که خیلی مهمه بخش بریج هست یا همون پل زدن. شما با کلیک کردن روی این گزینه وارد همچین صفحه‌ای میشید. براتون آشنا هست این بخش، حتما کسایی که قدیمی هستن توی کانال یوتیوب شیبا به فارسی با این بخش آشنا هستن و فیلمش رو قبلا ساختم. انتقال دارایی اکوسیستم شیبا اینو از اتریوم به شبکه شیباریوم هست. اینجا خیلی نمیخوام توضیح بدم چون فیلمش هست، میتونید برید ببینید و متوجه بشید که چطور میتونید این کار رو انجام بدید. برای اینکه این فیلم خیلی طولانی نشه دیگه توضیح نمیدم. دوستان به انتهای این فیلم میرسیم. لطفاً کانال یوتیوب شیبا به فارسی رو سابسکرایب کنید تا فیلم هایی که میسازم در آینده رو از دست ندید. به کانال تلگرام شیبا به فارسی هم بپیوندید. یک گروه چت هم دارید، میتونید با دیگران تعامل داشته باشید، تبادل نظر داشته باشید و همچنین یک صفحه اینستاگرام هم هست که اونجا گاهی اوقات لایو برگزار میکنم. از اینکه تا اینجا با من همراه بودید خیلی سپاسگزارم. تا درودی دیگه، بدرود.